داستانی کل تاجیکستان به پرونده سید جعفر عثمانزاده و همراهانش مور مخفی گذاشته است. سید جعفر عثمانزاده رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان تاجیکستان روز 12 ایون با گمان غصب حکومت بازداشت شد. شمس‌الدین اسلم‌زاده معاون سردار ریاست تفتیش پرونده های جنایتی مخصوصا مهم داستانی کل تاجیکستان روز 20 ایون در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت با سبب مور مخفی گذاشتن به پرونده و صلاحیت صحبت نداشتن وکالت دادن جزئیات در این باره را ندارد. روز 12 ایون یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در پارلمان از وکیلان خواست که مقام وکیلی سید جعفر عثمانزاده را بیکار کنند. وکیلان پارلمان از دخل ناپذیری برخوردارند و اگر آن بیکار نشود مقامات حق حبس وکیل را نخواهند داشت. همه 56 وکیل در جلسه پارلمان به طرفداری بیکار کردن مقام وکیلی عثمانزاده رأی دادند. یوسف رحمان در پارلمان گفت که عثمانزاده و دیگران نقشه غصب حکومت را داشتند. هنوز معلوم نیست که و دیگران که در نظر است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند که امروخان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دیپلمات سابقه دار بازداشت شده است. برخی بازداشت او را به پرونده عثمانزاده و برخی به جنایات اقتصادی ربط می‌دهند. رسما مقامات شرح ندادند. داستانی کل تاجیکستان این پرونده را تفتیش می‌کند. برای دریافت جزئیات دیگر قضیه درخواست رسمی طلب کرد. نزدیکان سید جعفر عثمانزاده هم از صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. خبرنگار رادیوی آزادی 20 یونیو سال 2024 برای دریافت جزئیات بیشتر به خانه عثمانزاده رفت. یکی از نزدیکانش گفت که آنها به رسانه‌ها گپ نمیزنند، زیرا چیزی را نمیدونند. نزدیکانش گفتند حتی آنها نمیدونند که عثمانزاده در کجا نگهداری می شود و از زمان بازداشت او را ندیدند. به جای کارش میرفت و میموند و وقتهای آخر یک کمی بیمار بود. در خانه دارو استعمال میکرد و برای درمان سیستم میموند. گفت یکی از نزدیکان عثمانزاده سید جعفر عثمانزاده پیش از بازداشت تلاش داشت تا اثبات کند که او را غیر قانونی گروهی از رهبری حزب دموکرات تاجیکستان برکنار کردند. اول ماه گروهی که خود را حزب دموکرات تاجیکستان میدانستند در جلسه او را برکنار و به جای شهباز ابرار روزنامه‌نگار چند رسانه دولتی را رهبر انتخاب کردند. وزارت عدلیه شهباز ابرار را رئیس حزب اعتراف کرد، ولی عثمانزاده به این راضی نبود. هنوز جزئیات بازداشت سید جعفر عثمانزاده معلوم نیست.